Anam! Tut diyor! Bak şayvon neşeli! Anam batına güyen tut diyor! بابا غفور التماس گوسفندا سرتت اما من نمیکشد گم شو از اینجا امت که من خودم همراهش گرد سرتت گوسفندایم گم شو از اینجا رفت تو بشرت من نبینم رفت تو دلف نومر برو بجنگ یا فقط قطی زنکا کار داری برو بجنگ گم شو از اینجا گم شو میگم هم صاحب بزرگ هستن استغفر برو الله بجنگ سرتت بجنگ برو بجنگ تست خونه رفت غفور جون دریش سفید صدقه کارت که افتید غلام میشوی کارم که افتد خود را خواجه بگیری این هیله نمیگذارد غفور جون آخر من نمیدونستم که غفار جان بابا میگفتی کو نظرت نمیگیریم 100 بار گفتم که بابا نگوی مرا مسخره میکردی بابای غفار در پیش من زالی نکن در راه رضای خدا الله اکبر التماس نکش آخر حیوان بی عقل از کجا بداند که شما قسم خورده اید حیوان عقل ندارد صاحبش هم عقل ندارد آی بی نعمت شده است حالا من او را از سیخ کباب میگذرانم سنم این کاری تو از سیخ کباب بگذرانی دو پاره میکنی اختیارت من خواستی خودم را میکنم فهمه؟ غفور جون نخود من با شما دشمن باشم ضرری رسانده را کی بدهد آکا جون نگو اکا سنم ببخشید آخر گوش کن سنم با من باشد همه این باغ راه صدقه یک طوری موید لیکن همش عیب خودت چی خیلی عیبی من اگر راضی می شدی گوسفندان را سرده سنم من از کی کمم؟ نه از کی کمم؟ اون شما یگانه مردی با ناموس و نامداری دهید چرا با چشم من این طور نگاه میکنی؟ دختر بیناز نمی شود آش به پیاز باز چیکار کنم؟ غفور جون جان گوسفندا رو به خانه هی کنید